یک مثال کسری دیده برایم کسری مرکب چقدر که میتونیم در صورت یک ifade از دو قوس عبارت است و در مخرج هم خیلی است. اینو چیکار کار میکنیم؟ صورت رو علایده کار میکنیم، مخرج رو علایده و در آخر هر دو اونها رو تقسیم میکنیم. بیاین قدم به قدم نشون دهم. یکم کاری ما میکردیم، ما این قوس رو کار کردن، بعد دوم این، سوم هم قوس رو کار میکنیم، چهارم این و در آخر جمع میکنیم یک و دو رو، بعد سه رو جمع میکنیم کار و هرمور، بعد در آخر دو اینجا رو تقسیم میکنیم. کار یکم قوس یکم رو اگر کار کنیم سه طرح تقسیم دو، البته مخرج میدیم، مخرج در ما اینجا دو است، سه یک مخرج نداره، ما اینه در تکش یک نوشته میتونیم و مخرج امید دو داده میتونیم و این به چی برابر میشود؟ مخرج اگر اون میشه 6 مینوس 1 تقسیم 2، یعنی این به 5 تقسیم 2 برابر است. کار دومی ما اگر خواهی رنگ دیگر رو انتخاب کنم، کار دوی ما این قوس دوی ما کار کردم، یک طرح تقسیم 2، بازم در اینجا همین منطق است، مخرج 2 میدیم، در اینجا 2 طرح 1 تقسیم 2 و این برابر به 1 تقسیم 2 برابر می شود. کار 3 ما این قوس پایان 4 طرح مینوس 1 تقسیم 4، در اینجا هم قوس مخرج عمومی 4 می شود، 16 مینوس 1 در مخرج عمومی 4. من یک بار نوشته استادم و در اینجا میتونیم که این به 15 تقسیم 4 برابر است. کار 4 رو البته که این قوس 4 است، رنگی سبز به فکرم دیده میشد، یا این رنگی سیاه رو گیرم. کار 4 رو این 3 تقسیم 4 مینوس 1 است، مخرج عمومی باز 4 است، 3 طرح 4 تقسیم 4 می شود و این میشد مینوس 1 تقسیم 4. همین کارها رو کار کردیم. اکنون ما باید 1 و 2 رو پیوست کنیم، جمع کنیم. بین اینها جمع است، کاری نتیجه 1 و 2 رو باید جمع کنیم. بیاین در اینجا هم نوشته میتونم، یعنی در ما 5 تقسیم 2 جمع کاری 2 ما و 1 تقسیم 2 برابر شد، خطی کسر یعنی تقسیم کاری 3 به 15 تقسیم 4 برابر شد، مینوسی ifade آخرمون مینوس برآمد، مینوس 1 تقسیم 4 شد. این رو باید کار کنیم. 5 تقسیم 2 جمع 1 تقسیم 2 این برابر که مخرج و با دیگر برابرند، این می شود 5 جمع 1 تقسیم 2 یعنی 6 تقسیم 2 3، یعنی بالا به 3 برابر شد. پایان رقم میبینیم، پایان دو این ifade رو طرح میکنیم، 15 تقسیم 4 مینوس 1 تقسیم 4 وقتی قوس رو میکشیم پلوس میشد، 15 تقسیم 4 جمع 1 تقسیم 4 مخرج ها البته برابر هستند، صورت ها رو من جمع کرده میتونم، این به 16 تقسیم 4 برابر شد و این به 4 برابر می شود، یعنی پایین ما به 4 برابر شد و همین نتیجه آخر، یعنی هر دوش تقسیم کرده میتونیم به دهی کردن، لیکن اگر کسری خواهد جوابی ما سادهش و همین برابر می شود، یعنی 3 تقسیم 4.